در دوام 3 ساعت انا اینقدر جفت مشخص گردد. از زحمت از ولایت مختار کوهستان بدخشان زیادالله ناحیه رودکی تشکر. مرحبا با گلیم دیگر رحمان علی کی دو نفر ما تمام کی این احمد شما که فرمانده محترم عزیزی حفظ حقوق برادران زیاد بیارید اینا را از اینجا برد همون جای آوارد اکمونید ورقه‌شو نگیرن بعد بیان برای معرفی. در میدان حالا 5 جفت کافی است که روید گیلمی همون طرف روید ایستیدو. تلاش پهلوانان خیلی زیاد است. حالا این عمومی جمعیت سهامی رسنده برای ورزشگر موفق معین است. این هم محمد رحیم سرخانوف است. شما در همون کناری راست میدان شینید و همه پهلوان تاجیکستانی مهمان است، میزبان است. اگر خواهش هنرنمایی داشته باشد میدان از نفران دلیر شین سرخانوف. انا همین ترتیب هست. یگان نوروزی بین‌المللی برای شما دوستان ارجمند خجسته و سرخونده باشد. با محمد رحیم سرخانوف اگر طلبکار باشد در زمان میدانداریش شکر برقه را به دلشاد زاده سپرید. برقه مکافاتی نوروزی جمعیت سهامی رسنده را 3 4 5 جفت باید در میدان مشخصا در یک وقت هنرنمایی کند. آنگاه از روی دستورات سرداور مسابقات ما میتوانیم که در 3 ساعت علاقه برخورداری نتیجه 130 رقابت با مردم کاملا نشان دهیم. همه این میزان درست به همین خاطر است که در 5 میدان پهلوانان زیادن. زود در دوام 3 ساعت انا اینقدر جفت مشخص گردد.
خب کی سعید اهدم تیمور ملک سعید اهدم دوداری سعید جلال سعید جمال بله تیمور ملک بعد این چی؟ نیفی بعد این چی؟ اما همان بچه قربان بخش خیلی گفتی فکر کرده که اگر قربان بگم بغلتم چی میشوه بیار نگم و بخش بگم تگو عبدالحمید انا میخوام تست من برقرار گیر به فکرش نیسته که رحمون علیه حتی انا من کاری آخره که در سمندر محمدی خاتمه شد اندک و رفت میدانداری وزنهای 60 اکنون توجه کنید رقابت نوبتی پرتافت روزافزون بچه با تخت پشت زد فکرش که سعید مومین میگوید که با کسی که دستور دیان نگیرم